روزی مردی بسیار ثروتمند با فکری عمیق در دل از خانه بیرون رفت. او پول کم نداشت، اما می‌خواست بداند چه کسی حقیقتاً ایمان دارد. در یکی از خیابان‌های شلوغ شهر مردی فقیر را دید. لباس‌های کهنه بر تن، چهره‌ای خسته و چشمانی که سالها سختی را روایت می‌کرد. به او نزدیک شد و آرام گفت: 2 چیز برایت دارم، یک قرآن و مبلغی پول که میتواند زندگیت را تغییر دهد. اما فقط یکی را میتوانی انتخاب کنی. مرد فقیر سرش را پایین انداخت. میدانست گرسنه است. میدانست پول میتواند چند ماه آسودگی برایش بیاورد. اما ناگهان صدای مادرش در گوشش زنده شد. مادری که همیشه میگفت: پسرم، اگر خدا را داشته باشی هیچ وقت بی پناه نمیمانی. رزق دست مردم نیست، دست خداست. چشمانش پر از اشک شد. نگاهی به پول انداخت و بعد با دستانی لرزان قرآن را برداشت. مرد ثروتمند لبخند زد، چیزی نگفت و آرام از آنجا دور شد. فقیر کنار همان دیوار نشست. قرآن را با احترام باز کرد. انگار دنبال آرامش میگشت. اما ناگهان پاکتی از میان صفحات افتاد. با تعجب آن را باز کرد. داخلش یک کلید بود و یادداشتی. در یادداشت نوشته شده بود: تو کلام خدا را بر دنیا ترجیح دادی. این کلید خانه شماره 14 در کوچه امید است. از امروز آن خانه از آن توست و بدان خداوند بهترین روزی رسان است. اشک از گونه هایش سرازیر شد. با قلبی لرزان دوید. وقتی در خانه را باز کرد باورش نمیشد. خانه ای ساده اما آراسته، غذایی آماده روی میز، لباسهای تمیز و قرآنی که روی میز باز مانده بود. قرآن بر این آیه گشوده شده بود: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. او به سجده افتاد و با گریه گفت: پروردگارا، تو وعدت را فراموش نمی کنی. در آن سوی خیابان مرد ثروتمند از دور نگاه می کرد و فهمید ثروت واقعی نه در پول است، نه در خانه، نه در دارایی. ثروت واقعی در ایمانی است که حتی وقتی چیزی نداری باز هم خدا را انتخاب می کنی. و شاید امروز سوال همان باشد: اگر تو جای او بودی کدام را انتخاب می کردی؟ پول یا کلام خدا؟